تأثیری نداره. گول این تبلیغات چرت و پرت اینستا رو نکنید. اومدیم یه تست بزنیم، موشما رو عقب آماده کردیم، چسب زدیم. اینم موضع صندوق. از محسوب استفاده می‌کنید. صندوق کافی بزنیم 15 پیدا ببین عامل آقا شد نایلون رو برمیگردیم روش، هوای زیر نایلون رو خالی می‌کنیم. 15 دقیقه بمونیم. بریم 15 دقیقه دیگه. همونجوری که می‌بینید بعد از استفاده صندوق هم زدیم، از یه گوشه کلا می‌کنیم. خیلی نرم که در ماشین رو می‌ترشه. اینا کیلرهای سوخته ماشین. هیچ ضرری هم برای رنگ نداره، چون بلافاصله بعد از کیلر بردارید محافظ رنگ آلمانی رو میزنیم روی رنگ و هیچ مشکلی پیش نمیاد. بفرمایید. این کیلرها سوخته و بود و نبودش روی ماشین شما هیچ تأثیری نداره. گول این تبلیغات چرت و پرت اینستا رو نکنید که یارو میگه اینجوری کردن اونجوری کردن، هیچ مشکلی به وجود نمیاره. الان اینو تمیز می‌کنیم. خب کیلر برداری انجام شد، نوبت میرسه به سرامیک آفتاب سوختگی. ما الان چیکار کردیم که قشنگ براتون تأثیرش مشخص بشه. در از این سرامیک آفتاب سوختگی استفاده می‌کنید. با دستمال رو به این حالت تا می‌کنید و این کارو انجام میدید. الان چسبا رو می‌کنم که نتیجه کارو ببینید. این کارو به فاصله 10 دقیقه رو دوباره انجام بدین. فقط نتیجه داشته باشه. این هم لای محافظی که روی رنگ باید باشه براتون به وجود میاره. من برابریت ماشینتون رو برمیگردونم. واسه ثبت سفارش محصولم فقط کافیه پیج منو فالو داشته باشید و کلمه یا عدد 8 رو این پایین کامنت کنید.